سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون. من امیرم و با پدرم اومدیم ریاکشن بریم به لئو روشن. لئو روشن، بله لئو روشن، بالاخره آهنگ پروانه. بله اون سری که ما ریاکشن رفتیم آهنگ پروانه اصلی نبود، ادیت درست کرده بودن، حالا میکس بود. ما فکر کردیم اصلیه. این امروز اومده اصلیه. 7 ساعت پیش که من نبودم، سر کار بودم، آرایشگاه بودم، بچه‌ها دیدم تو کامنت گوشه لئو 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 پروانه چی تو اومد. بعد لینک واسم فرستادن خانم انیسا و خیلی دیگه، و رفتم تو اینستا دیدم لئو هم استوری کرده، من نبودم سر کار بودم با خستگی و اینا. گفتیم خستگی چیه؟ اینجوری دادم خودم ساعت 12 شب، 12 و 25 دقیقه شب گفتیم لئو رو ضبط کنیم. تو هم به من زد. چی این چه حرفی میزنی؟ بچه‌ها باور میکنن. باور کردن. آره داشتم چی میگفتن؟ سورپرایز هم کردی. آره دو تا یکی اینور زدم یکی اینور زدم. گفتم خب الان وقت ضبط ریاکشن پروانه از لئو روشنیم و خیلی خیلی خوشحالم که دارم اورجینالش رو ریاکشن میرم و خیلی هم زود داریم ریاکشن میرم. خیلی زوده دیگه. بکن 7 ساعت پیش اومده و داریم ضبط میکنیم و تا ادیتش و اینا فردا صبح میذاریم دیگه. لئو لایک کامنت، نه لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. برو بریم. با درود به همه شما خوبان تاجیکستان. یکی نزدیکی به من اما نمیبینم تو را. تو گلی در گلستانی، من نمیچینم تو را. یاد تو ما را امید زندگانی میدهد. مهر تو به این دلم شوق جوانی میدهد. تک درخت خشکم و در این دیار جا مانده‌ام. بی فروغ روی تو در گوشه‌ای وامانده‌ام. تشنه یک قطره آبم من در این صحرای دور. شمع خاموشم که میبخشی به این دل همچون. در فراق روی تو آواره میخوانم. تو پیاله می بده ساقی، نگو دیوانه. در سرم نیست به جز سودای عشق تو، ولی ای سفر کرده تو باز آی که جا مانده داری. اسم شعرم سفر کرده. فقط یه چیز میتونه بعد از این همه خستگی، فکر کن از صبح که میشی کار میکنی یک سره تا آخر شب و میخوای بخوابی و میبینی بچه‌ها درخواست کردن اینم عشق تاجیکستان، اتحاد فارسی زبانا به پیش. اگه عشق نبود که الان اینجا نبودیم. 100% به پیش. امام آرت. آره امام آرت. باله پشت زیرنویس فارسی. الان دیگه همه رو متوجه میشیم. یه چیز دیگه هم هستش، دشت شقایقه، نه گلای شقایقه قرمزا. قشنگ میتونم از عمیق اینا بخونم. زیرنویسی کی درست کرد؟ لئو پارس اصالت. همیشه که تو بیشتر موزیکایی که به لئو ریاکشن میرم این زیرنویس فارسی رو میاره. چرا یادت نمیاد با هم ریاکشن
چیپه از استایل همین کلا، ولی استایلش واقعا خیلی باحال. یه جورایی منو یاد تتلو میندازه، اون گردنبندش مخصوصا همیشه اینجوری میذاش، بعد چی آویز بود. تو دید من نیستی کجایی، اون آهنگ تتلو. یه خبر خوش واسه کسایی که عاشق تتلو ان، طرفدارشن، که خودم همینطور، بابام خیلی تتلو دوست داره. تتلو قرار از زندان آزاد بشه. گفته بودم تتلو قرار از زندان آزاد بشه و خیلی زود، خیلی زود. این خواهرش اینو توی اینستاگرام اون جوری که همسایه بودیم با هم آشنا شدیم. بعد از اون آشنایت افسانه ما شروع شد، عشق ما ممکن یه همچین معنی ها. گیتاره، ملودیش آرپژ دیگه. چی؟ ملودی. یهو می‌دونی چی داشتم فکر می‌کردم؟ سبکی که لئو داره میخونه خیلی نزدیک به اون شعرهایی که می‌نویسی. یعنی راحت میتونه لئو از این شعرهایی که می‌نویسی آهنگ کنه، بخونه. مثلا پرپر میزنه دلم تا که تو را ببینم، تو پروانه شب و من شمع این منزلم. میتونی ساده بکنه. قافیه‌شو میتونه مثلا وقتی که تو را ببینم همزمان من در میگیرم، تو فقط بسوز بگو سوخته از غم میمیرم. ساده بکنه. آره اصلا سبکش خیلی. آهنگ میدونی خوراک چیه؟ یا تو دشت شقایق باشی، تو کوها وقتی شقایق هست. آره، یا وقتی برگشتی واسم از دریا بگو، از دشت پروانه ها بگو. آهنگ سوگند، دشت پروانه، از سختی های را بگو. خوراک جاده هم هست، کنار عشقت بشینی و این مسیر رو طی کنی، اونم چی؟ دم صبح. بزنم کنارت هر جا برم. داره حالا پروانه رو میگه، هر بزنم کنارت هر جا برم، منم مثل تو پروانه میشم باید میام. وقتی به یادم آرن تنهاییامو، به یادم میای. یعنی آرن یعنی به یادم میای، بشینی بپرسی از حال دل. وقتی به یادم این عکس و کاور رو طراحی کرده، گرم چقدر قشنگه، خیلی قشنگ. دشت شقایق واقعا حال خوبی بهم داد. دمت گرم. متاسفانه تموم شد آهنگ. کاش میتونستم بیشتر گوش بدمش، اینجوری بگم. حالا قطع کنم اینو، منظورم اینه که تموم نمیشد دیگه. نشیدی میگی تا شقایق هست زندگی باید کرد.
کوتاه میدونم. ولی خب تموم شد دیگه. بچه‌ها دمتون گرم، چه آهنگ خفنی بود. خیلی عالی بود، خیلی قشنگ بود، خوش آمد. حرفی واسه گفتن نیست. این آهنگو بعد تا میتونی لایک کنی، لایک لایک لایک. ولی خب چه کنم که این یوتیوب اگه بخوایم لایک دوبار کنیم لایک ارزش نمیشه. اینستا مثلا لایک کنی اینجوری قلب میشه. آره راستی وقتی از لئو صحبت کردیم یاد تتلو افتادم. روز اولی که بهت گفتم شوخی نکنی، همچین لبخند زد ته دل، واقعا خوشحال شدی نه؟ صدای تتلو خیلی دوست دارم. اون سری خیلی توی اون ریاکشن که به لئو رفتیم نگفتی که مثلا لئو صداش مثلا شبیه تتلو، گفتی یاد تتلو میندازتت و گفتی مثل تتلو باحال با استعداده. که من برگشتم گفتم آره جوونه، یه همسن سال من بخواد باشه، تهش 30 سال تهش. بعد الان خیلی استعداد داره و خیلی جای بالاتری هم قرار بره و الان هم که تتلو داره میاد خیلی اتفاق خوب دیگه. صدای تتلو بسیار بسیار دلنشین. بچه‌ها میشناسن. آره بابا، لئو تتلو جفتشون با استعدادن. همونجوری که تتلو توی هم آرنبی هم رپ میتونه خیلی پتانسیل بالایی داره، لئو هم توی آرنبی و الان که آرنبی بود توی رپ هم فوق‌العاده است. لئو استیوپا امینم فکر کنم یه همین چیزی بود. ریاکشن رفتم کلمه رو اینجوری می‌زد اصلا من موندم به لحظه. آره اینم از این دیگه. حرفی هست بزنی آخر شبی؟ چی بگم جوونیم رفته، صدام رفته دیگه. گل یخ توی دلم جوونه نکرده. جوونه کرده میدونم ولی واسه ما جوونه نکرده. نه جوونه کرده. چرا؟ یه ذره جوونه کرده. درسته که مرسی از کامنت های پرمحبتتون ما. تا هست این کامنت ها، تا اینقدر محبت واسه ما هستش ما نمیتونیم اصلا. اتحاد فارسی زبان ها سر تا سر دنیا ریشه داره و به پیشه. بریم تا ویدیوی بعدی خیلی خیلی زود میبینیمتون. منتظر نگاه چی باشه لسه؟ نه منتظر باشین، مهمون نگاهاتون میشیم. آره اینو بذار به چیز آخر شب و خستگیم. آره خیلی زود مهمون نگاه قشنگتون میشیم تا ویدیوی بعدی. تا پیش.